دیرین. برادرایون، امروز روز انتقایوم از کیوسی است که در این 2000 قسمت ما را خایور و خیوفیف کرده و به ما القابی چون کیول توهی و چون مغز نسبت دایوده است و او کیوسی نیست جویون ابویول حسنی تهیه کننده دیریون. دست نگه دارید، او بی تقصیر است، چرا که او همیشه در سفرهای استانی و کارآفرینی و این هاست و از این چیزها اصلا خبر مدارد. ایوه بایوشد از اویول. برادرایون، امروز روز انتقام ایوس از کیوسی که 2000 قسمت ما کل توی ویلای اسمت داره، اما او جز کسی نیست جویوز علی مردایونی صدا پیشیوه دیریون. باستید آقا جان، علی مردانی هم مقصر نیست، او فقط متن نویسنده را میخواند. ای بابایوه اوکی. برادرایون، امروز روز انتقالی من و موایولدی که قبلا گفتم کسی نیست جویوز علی دریوخشی ملعیون نویسیونده و کارگردایون دیریون. نه آقا جان، او هم عددی نیست. باید ببینید این کارها را از که یاد گرفته و در محضر چه کسی آموزش دیده. بابا جایون، بالاخره او کسی نیست جز کیوه. کسی نیست جز باد علیزاده و تنها علی درخشی کارگردان و هادی رحیمی طراح استوری بورد دیرین، بلکه استاد دهها و بل صدها کارتونیست، کاریکاتوریست و طنزنویس صاحب سبک دیگر هم بوده است. ما هم به این وسیله انتشار کتاب مجموعه آثار استاد جواد علیزاده را تبریک میگیم، کسی که تو هیچ دوره ای قلمش رو نفروخته و در این راه بارها و بارها هزینه داده. او چرا اعتراض داری وی؟ تو که نقش مثبتی. 2000 قسمت از این قوز را پشت من ندیده ای؟